سلام همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب من تصمیم گرفتم که این بخش درآمد رایگان رو براتون کامل و جامع توضیح بدم، چون واقعا این بخش درآمد رایگان خیلی مهمه و خیلی ارزشمنده. خیلی‌ها به سادگی ازش عبور میکنن و درکش نمیکنن و میرن سراغ ایردراپ هایی که واقعا سر و تهش مشخص نیست، قیمت گذاریش مشخص نیست و فقط وقتشون رو هزینه میکنن، اینترنتشون رو هزینه میکنن. اینجا واقعا بخش درآمد رایگانش ارزشمنده. حالا توی توضیحات به درک اون میرسید. خب بخش اولش اینه که شما کلیک کنید. اینجوری کلیک میکنید سکه جمع کنید. خب این قسمت بالا رو شما نگاه کنید، بالا سمت چپ که داره یه قسمت شبیه باتری شکل رو نشون میده. شما نگاه کنید هر وقت که کلیک میکنید از اون کم میشه. یعنی شما تا جایی میتونید کلیک کنید در اون روز که این قسمت خالی بشه. این قسمت پایین هم که دارید میبینید داره شارژ میشه که شما بتونید که کلیک ها رو انجام بدید. نگاه کنید 300 تا دوباره پر میشه. خب در واقع ما اگه 10,000 تا کلیک انجام بدیم در واقع 10 تا FC کوین دریافت کردیم. و چیزی که مهمه اینجا رو نگاه کنید، نوشته 1508. ببینید 15 FC کوین من الان جمع شده برای من حالا اینا رو برای تست انجام دادم که برای کسی از کاربران توضیح بدم، راهنماییشون کنم. این 15 نقطه یعنی من 15 FC شده کلیک کردم. پس اگر این 1000 بود بعد نقطه 08 یعنی من 1000 FC کوین داشتم. هر وقت 1000 تا شد شما این گزینه بالا سمت راست یعنی کلایم رو که بزنید، بعد یس رو که بزنید اضافه میشه به اکانت اصلیتون موجودی اف توی اکانتتون که هر 12000 تا شد میتونید حالا یا باش سرمایه‌گذاری انجام بدید 12000 اف شد، یا اینکه سوابش کنید به تتر و اون رو به صورت تتر برداشت کنید. حالا بریم بخشای این اف کوین من برای شما توضیح بدم. اول میریم آقا تاسک اینجا یعنی اولین گزینه سمت راست رو ما کلیک می‌کنیم، میایم اینجا. اولینش ربات میگه که اگه اکانتتون رو به ربات تلگرامی متصل کنید 50 اف کوین به شما داده میشه. خب ما کانکت رو که بزنیم وارد همچین صفحه‌ای میشیم. شروع رو که بزنیم میگه که اون ایمیلی که برای شما ارسال شده رو مثلا اون ایمیل به اصطلاح 6 رقمی رو، اون کد 6 رقمی رو ارسال شده برای شما اینجا باید وارد کنید. خب ما میایم اینجا قسمت هرزنامه برامون اومده و اینجا میایم 443908 443908. خب 443908 اینو که ارسال بزنیم میاد اینجا میگه اکانت شما با موفقیتی شد وصل شد. اوکی، یعنی شما میتونید دیگه ازش استفاده کنید. خب حالا ما برمیگردیم به داخل کجا؟ داخل این برنامه میگیم چک شد و قسمت ربات رو به ما داد. نگاه کنید اینجا پایین 50 تا. حالا برمیگرد نگاه کنید من 15 تا داشتم اینجا شد 65 تا. درسته؟ دوباره این قسمت تسکات. توی تسکات دوباره گفته که اگه به کانال تلگرامی بپیوندید جوین رو بزنی. ما اینجا جوین رو زدیم، دنبال کردن زدیم، الان باید 150 دیگه ما اضافه شده باشه. اینجا باید بیام چک هم بزنیم. چک رو میزنیم نگاه کنید اوکی شد و اینجا 150 اونم بهمون داد اضافه شد. میایم نگاه کنید 215 تا اف کوین الان به من داده. درست شد تا اینجا. خب میریم تسکای بعدی. نگاه کنید تسکای بعدی هنوز فعال نشده، مثل فیسبوک، مثل یوتیوب، مثل تیک تاک، مثل اینستاگرام، مثل توییتر. اینا هم هر کدوم مثل تلگرام حالا یا 150 یا 200 تا اف کوین داره که هنوز تکمیل نشده. وقتی تکمیل بشه اینجوری علامت سکه میاد کنارش و میگه مثلا چند تا سکه میده، چند تا اف کوین میده. متوجهید؟ اینا هم حالا همیشه چک کنید این قسمت ها رو. حالا خودمونم از طریق کانال تلگرامی عمومی پروژه حالا یا از طریق کانال اختصاصی خودم خبر میدم وقتی که حالا تسکای دیگه مثل یوتیوب، مثل توییتر، مثل اینستاگرام، مثل تیک تاک، مثل یوتیوب، مثل فیسبوک، یعنی تقریبا 5 تا شبکه اجتماعی دیگه مونده که اونا هم برای خودشون همینجوری حالا یا 150 یا 200 تا حالا کنارش می‌نویسه دیگه. وقتی اضافه بشه شما همینجوری فالو می‌کنید. یه سریش نگاه 4 تاشون فالوه باید فالو کنید، مثل توییتر، مثل اینستاگرام، مثل تیک تاک فالو ان، اینا فیسبوک فالو، بعد چک رو میزنید و اون اضافه میشه. فقط یوتیوب که سابسکرایب اسمش سابسکرایب همون فالو کردن. حالا یه چیزی که جالبه اینجا نوشته که اگه شما 5 نفر دعوت کرده باشید یعنی چی؟ یعنی کد رفرال شما رو به 5 نفر داده باشید، اون 5 نفر اومده باشن مثل شما حالا به حساب درآمد رایگان دارن میزنن، نیازی هم نیست سرمایه‌گذاری کرده باشن. شما اگه واقعا 5 نفر کجا در این قسمت فرند، اینجا قسمت فرند رو که برید بزنید اون بالاش مثلا نوشته که مثلا چند تا یوزره، اون تعداد یوزری که مثلا فرضاً زده 5 نفر شما دارید، 5 نفر داشتید میایید اینوایت رو میزنید بعد چک. اگه 100 نفر داشتید اینوایت رو میزنید بعد چک. چی ببخشید 10 نفر داشتید اینوایت رو میزنید بعد چک و به همین ترتیب دیگه 50 تا داشتید 100 تا. کسی که 100 تا داشته باشه میتونه این رو بزنه و 1000 اف کوین دریافت کنه و عیناً اون 1000 تا اف کوین
به حسابش چیز میشه دیگه، میتونه کلایم کنه و به حسابش اضافه بشه. خب بریم سراغ بوست. ببینید اینجا شما اگر 20 تا اف کوین بدید تعداد کلیک کردناتو بالا میبری. خب ولی چیزی که زیاد اهمیت داره اینجاست، این قسمت باتریه و این قسمت انرژی لیمیت. متوجه؟ اینجا میزان ام 300 تا بود که 300 تا کلیک میتونستی انجام بدی، این اینجا رو اضافه میکنه. بعد 7 تا اف کوین بدی تا اون رو برات انجام بده. اینجا چی رو انجام میده؟ اون تعداد سرعتی که مثلا داره اون انرژی پر میشه. مثلا شما الان 300 تا داری، 300 تا فرضاً توی 10 دقیقه پر میشه. اگه اینجا رو بالا ببری اون قسمت انرژی اسپید، اون مثلا توی 5 دقیقه پر میشه اون 300 تا فرضاً. اینجا هم اگر شما مثلا در روز 10 تا اف کوین به دست میارید، اینجا اگر روش کار کنید بالا ببرید تا 110 اف کوین در روز جا داره شما به صورت کلیکی فقط از پروژه به دست بیارید. اینجا هم تعداد کلیک کردن ها رو بالا میبره. الان که میزنید تپ میکنید یک کلیک مثلا اینجا هر چی کلیک بالاتر بره. فقط به نظر خود من اینجا یعنی دومی و چهارمی مهمه، مخصوصا بیشتر دومی مهمه. خلاصه اینم از قسمت بوست و دوباره بریم سراغ بخش گیم هم زده کامیسون. این بازی‌هایی میاد که این بازی‌ها مثلا بعداً در گوگل پلی، بازار، مارکت اینا قابل دانلودن. بازی‌ها میشه کانکتش کرد به اکانتتون یا از همینجا مثلا برید بازی‌های مختلفی میاد که شما بازی می‌کنید و سکه جمع می‌کنید و اون سکه‌ها رو می‌تونید هر 1000 تا که شد کلایم کنید و به ولتتون اضافه بشه. نکته‌ای که خیلی مهمه که الان خیلی‌ها نمیدونن، شما فکر کن مثلا فرض کن 5 ماه 6 ماه زمان گذاشتی و فرضاً 50000 تا اف کوین جمع کردی. آقا اصلا 50000 تا نه 10000 تا اف کوین جمع کردی کلا. ببینید وقتی که طی بازه 5 ساله این داره هر 6 ماه یه بار 1 سنت بالا میره. اگه کسی توکن اف کوین رو داشته باشه و وقتی که 1 سنت شد بفروشه، در واقع هر 10000 تاش $1000 ارزش داره. دلار الان خودتون داره میبینید 79000 تومان شده. حالا فکر کن مثلا 100000 تومان شد، شما از اون ور $1000 دارید و میشه 100 میلیون. 100 میلیون همینجوری رایگان بدون که پولی داده باشید. پس اینجاست که میگم خیلی مهمه این بخش درآمد رایگان، ازش غافل نشید. تو این قسمت تسکا هم هر چقدر بتونید نفر مستقیم بگیرید میتونید توکن رایگان جمع کنید. پس نامحدود اینجا شما برو 100 نفر آقا آشنا این برام بگو فقط این کد رفرال من باهاش اکانت ثبت نام کن، این بخش درآمد رایگان چند تا کلیک بزن زیر مجموعت که شد. شما اینا رو چیکار کن؟ مثلا 1000 تا اف کوین دریافت میکنی فقط اگه 100 نفر بیاری، 500 نفر بیاری که 5000 اف کوین، 12000 اف کوین میده که 1000 نفر جمع کنی. خیلی آدم ها تو زندگیتون هستن خب همشون گوشی دارن، میتونید فقط این رایگان بیان زیر دست شما ثبت نامه رو بزن، همین چیز خاصی نداره. پس الکی بر خودتون بزرگش نکنید و خیلی هم ارزشمند و خیلی هم مهمه. امیدوارم که کامل مطالب رو متوجه شده باشید و بهینه ازش استفاده کنید. خودتون این قسمت گیم اضافه شد، حالا ما خبرشو میدیم، حالا اینجا بازی‌ها میدون، موقع دوباره یک کلیپ پر می‌کنم که چجوری باش بازی می‌کنن، بازی‌ها اصلا چیه، چجوری ازش استفاده میشه. این پستم که براتون تعریف کردم که داستانش چیه. این قسمت تسکام حالا خودمون اخبارشو میذاریم که وقتی که اینستاگرام و توییتر و تیک تاک و اینا اضافه شده، یوتیوب، فیسبوک تسکاش، که شما دقیقاً مثل همین مال تلگرام که چجوری انجام دادید همون رو انجام میدید و چک رو میزنید و اون سکه مربوطه به شما داده میشه. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید.